به نام خدا. میخوایم با استفاده از اکسل و توابعی که در اکسل وجود داره وضعیت قبولی این افراد رو که برامون دادن رو مشخص بکنیم. ببینید توی این لیستی که ما داریم، توی جدولی که داریم، یه نام خانوادگی و نمره این افراد، نمره کامپیوتر این افراد مشخص شده. میخوایم با استفاده از تابع وضعیت قبولی رو مشخص بکنیم. خب میایم چی کار میکنیم؟ ابتدا میایم روی اون سلولی که قرار وضعیت قبولی مشخص بشه کلیک میکنیم. توی این قسمت پنجره قسمت بالای صفحه تو نوار insert function fx رو فراخوانی میکنیم. تابعی که عملکردش وضعیت قبولی رو مشخص میکنه تابع ایف هستش. ما تابع ایف رو فراخوانی میکنیم یا اون بالا می نویسم ایف و گو رو میزنم، تابع ایف برای ما فراخوانی میشه. روش دابل کلیک میکنم. توی قسمت لاجیکال تکست شرطم رو می نویسم. ببینید توابع ایف یه شرطی داره، یه مقداری داره که در صورت درست بودن شرط برمیگرده و یه مقداری داره که در صورت نادرست بودن. ترو مقدار درسته و فالس مقدار نادرسته. میایم چیکار میکنیم؟ روی لاجیکال تکست کلیک میکنیم. نمره مشخص کننده اینه که فرد قبول شده یا نه. پس روی سلول نمره کلیک میکنم. اگه نمره بزرگتر مساوی 10 باشه برای من چی رو برگردون؟ بنویس که این فرد قبوله. آلت و شیفت رو میگیریم و مینویسیم قبول. در غیر این صورت مردود و اوکی. ببینید الان وضعیت قبولی این خانم مینا امامی مشخص شد که قبول. با استفاده از خاصیت اتوفیل از این گیره میکشم و به سمت پایین درگ اند دراپ میکنم و وضعیت قبولی افراد مشخص میشه. فرضاً خانم شیما اصغری نمرهشون شده 9.5، اعتراض کردن نمرهشون شده 10. وضعیتشون از مردودی به قبولی تغییر حالت میده. خسته نباشید. خدا نگهدار.